این بازی که روی صفحه میبینید به صورت خیلی عجیبی بازی ایرانیه و این بازی 3 تا ورژن داشت. ورژن 1، ورژن 2 و ورژن 3. من ورژن 1 رو نصب کردم تا ببینیم ارزش دانلود داره یا نه. اوکی، اول بازی 2 بعدی بود و خیلی رو مخ و سخت بود. اصلا نمیدونم چرا اول بازی رو اینجوری کردن. شاید دلیل خاصی داره ولی خیلی اولش رو مخ بود. ولی خب بعدش رسیدیم به هلوی کار، 3 بعدی شد بازی. اول یه سری توضیح داد، مثلا فریدی و دیدی برقو خاموش کن و توضیحاتش این بود: سمت چپ و نگهداری میره سمت چپ، سمت راست و نگهداری میره سمت راست و اگه فریدی و دیدی برقو خاموش کن. من کلی بازی کردم ولی فریدی رو اصلا ندیدم. نمیدونم چرا تو این بازی اصلا نبود. بنابراین ورژن 2 شو نصب کردم. گفتم شاید ورژن 1 یه مشکلی چیزی داشت. خیلی خوب، اول بازی ورژن 2 بعدی نبود و مثل آدم میشد 3 بعدیشو بازی کرد. وقتی وارد بازی شدم پرش داشت، نشستن داشت، چراغ باز کردن و نمیدونم ای و پی و این داستانا رو داشت. ولی خب اینم فریدی نداشت. من همه جا رو صفحه داری میبینین گشتم، رفتم تو کمد قایم شدم، هر کاری بگین من کردم ولی آقا اینجا اصلا فریدی نبود. هیچی نداشت این بازی، هیچی نبود این بازی. بنابراین ورژن 3 رم نصب کردم. ورژن 3 هم اولش دوباره 2 بعدی بود. آخه ناموسن چرا این کارو میکنین؟ همجوری رو میری تو هیچ تمام میشه میری. و خب بازم 3 بعدی شد و بازم اصلا فریدی در کارم. 3 تا گو مشاهده میکنین تا سال خوب اینا 3 تا، چون داخل ویدیو بعد میخوام 50 تا بازی مایکتی و داخل 10 دقیقه تست کنم. بزن بریم.